از زمانی که این انقلاب شده ما کلمه دشمن رو فکر کنم بیش از هر کلمه‌ای شنیدیم. دشمن دشمن دشمن، مثل اینکه همه دنیا ریختن رو سر ما. شما بشین سر جات، به خدا خیلی از مسائل قائله میخوابه. شما صحبت‌های اخیر رهبری رو ببینید، اصلا جوری حرف میزنه مثل اینکه اصلا تو ایران نیست. بابا این وضعیت دلار رو میبینی شما وقتی نمیتونی اون مدیریتش بکنی باید یه مقدار آرومتر حرف بزنی. اصلا براش مهم نیست که ملتت پشت تو خالی کردن. نتانیاهو سخنرانی میکنه بیشتر به حرفش گوش میدن تا به سخنرانی‌های تو. ترامپ پیروز میشه مردم بیشتر خوشحال میشن. ببینید خیلی مسئله مهمیه. این تفکری که شما درش هیچ عقلانیتی نمیبینید، داره کشور خودش رو از دست داده، مردم خودش رو از دست داده، این همه بدبختی برای مردمش درست کرده، اون کشور رو به خاک سیاه نشونده، همه اینها رو داره میبینه ولی بازم ولکن نیست، بازم داره همون رجزهاشو میخونه، داره همون کارا رو میکنه. رهبری هر سال داره یه شعار اقتصادی میده، هر روزم داره اقتصادمون بدتر میشه. نباید فکر کنیم که چرا ما هی شعار میدیم ولی نهایتا بدترم میشه، چون زیر ساختمون رو فرصت نکردیم اصلاح کنیم. شما وقتی ادبیات جنگ با دنیا، ادبیات قیام، ادبیات دعوت به قیام، خروجش میشه همین دیگه.